چی؟ صورت؟ بخمه اینجا مگه نزیوخ یه 50 تومن نمیمونی کم تو بفروشید 50 تومن رو من میگم ای خواهم که خدا زرد و رویت نکند جون ای با مردمی بد رو برویت نکند Borak prydurek. تشکر Rahim Production. سلام عرض میکنم با کلی تماشابینان سامانه رحیم پروداکشن و با کلی اون نفرانی که این لحظه ما را تماشا دارند. سلام خود را از کلی انمی نفرانی که اینجا حضور دارند به هر یک شما میرسونیم و ناگفته نماند این ناز و نعمت مردم تاجیک این دسترخوان تاجیکی را میبینه. امروز روز مولود برادر عزیز ما یعنی فخردین جان با تخلص هوتالی هنگلدل با چی؟ سیمشی ایزا؟ انمی زادروزی برادر عزیزی ما همه کسا از درگاه پاک الله دعا میکنیم که خداوند با بسال دیگه با 100 سالهای دیگه همطوری زادروزی برادر عزیز جشن بگیریم همه کسا سرجم شیم و سخنه با عزیزه بانو میتیم یکو چی گفتنی عزیزه؟ Zadruz borak prydurek. تشکر شیران جان تشکر زنده باشن سربلند باشن زنده باشی 100 ساله شوی بعد دوری نداره که 50 تومن 100 تومن نداره این همین ای کودکیش هم کرد کلی برای پلا توضیح هم کنه و نگفته نمونه دوستان عزیز ما در برنامه پیشینه ماهینه شاگرد عزیز ما زادروز است متاسفانه یک تورت در روش بیدیم بسیاری نیستن که استریف حرامه این دفعه ما تورت نمیزنیم حتی تورت در اینجا نمونده و یک توفه نازنین عزیزه جان گرفته ورده که این گفتی همون چیزا مدل های در چی گوشه من؟ چی گوشه؟ بازی هوش میکنن ایه آره Borak prydurek. بگی دارم تمام معلوم بسر دارم تمام انا می هوتالی چند ساله شدی؟ من چند ساعت پیش به شما تماس گرفته بودم اون وقت هم گفته بودم که 45 ساله شدگی نه اکنون سال دورای پیشینه تنها میگم ویتران تنه حضورت حاضره اگر تقریبا یک روز گذشته باشه 46 ساله میشم 46 ساله خیلی خداوند اون ریتم با اون خودش جداگی بود ماشاءالله یک چیز دیگه را گفتنیم مرکز جان بله گوید بعد بچت کو بچه هم دارم بیرونم چی با؟ خیلی چی با روزی زادروز تا استاد عزیز تفاید نکرده استاد کی را؟ جوراخون شکرخان استاد جوراخان شکرخانه ما زنگ زدم گفت که شغل من کمتر پیش و کار دارم گفت نمیتونم خدا خواهد که یکان روز گفت انشالله با تماس میشیم بود نه که دوم داد چی داد؟ دو دعوت تلفن من هست شد باشه چی گفت اپی؟ دو خدا گفت 100 سالت کنه گفت تو این دبر رحیم پروداکشن باشه هزار رحمت با اون نفرانی که این حال خطا تماشا کسان شاید در زیر ما کامنتر بنویسن که هوتالی یا اینکه برادر از اینو 100 سالت نه بعد از اون پیر کنه نسبت اون نفرانی که نسبت شما سخن نگ میگن و در این روز مولود شما را تبلیغ میکنه اگه چی گفتنی نیستی؟ بله گفتنی هستم وقتی که آنها به ما سخنهای نگ انجام میکنن خداوند اونها را نگهبان باشد بهترین سخن با میگن که هوتالی دیوانه هر یک دیوانه بشوره نه با کار خود شوره کوچوشه که بولگه در دارم کودکی تا چخیل چه چه میفچیدی؟ دبرش یه 50 تومن نمیمونی کم تو بفروشید 50 تومن رو من میگم دیده این توفه عزیز است پیچانه بازی دوستان عزیز پامپرس آورده بگنده نگیره پامپرس این از میگم میفتن این نتیم کنه که باز ما در ناحیه اینجا که جای ناحیه که جای ناحیه رودکی ماشین بزرگ داریم هم خرازمیرش گفتی یا نیفتی رازمیرش پامپرس
دوستان عزیز کسانی که در لین 41 هستین انمی مشتری محترم کاندوکتر میشناسین مرحمت تبریک نید این طریق تورت خطی بودرین خطی بانان خطی چیزی خطی باشه چی خطی پدر تبریکت کنم بگم نگم بهترش بگم همه یک برادر دیگه هم در اینجا وارد میشید آن کس نیستن خشاید فقط فش روی کنم چی باشه وای نامش اسماعیل ای خب چی تو فهم کنم اسماعیل اینایی غرام چی تو فهم کنم نه تفای وزنه طلب نمیکنم یکم 50 سما باشه اکا اسماعیل جان اکا اسماعیل جان ایامو ایکجوره یک محله پول طرف ای غار گفتی من خیال کردم غار میخوام غار می طرف روغون امسو اکا اسماعیل جان نه یا ما خود زیادتر 50 سما میتونم قبول میکنه یا ما حضرت پول ایران یا ما کوزاکیه خوشی میکنم خیلی دوستان عزیز این هم حضر برای هر یکی شما بود کسانی که در این روز مبارک با زودروز دارن خدمت 100 ساله شما بعد از اون پیر شما کنه هیچ دو دستی کم نبینه مردم غریب که وطن دارن مرحمت به دسترخوان اوچگی بیاین با تاجیکستان بیاین در این ماه شریف رمضان خدا هر یک شما را نگهبان باشه در انجام صحبت یگان چیز دیگه گفتنی هست یک جون ما یگان چی گفتنی برای مخلصا دارم چی داری خیر مخلصا با مخلص زنده ما اگر مخلصا ما را دستگیری نکنه ما هیچ گاه اشتراک کردن نمیتونیم و همه مخلصان و غریبان سلام خود را میرسانم باشد احسن شیرانجا یک 4 سرود میخونی شد یک 4 مثل یگان برای چی را بیاد درو بیاد بودم نه نمیخیر نمیخیر شیرانی جان برای برادر ما پیردروک اشناد کنید برای پیردرو رفتی وقتی خیلی تویونا بخونم بخو همین دیوانه بگو چی میگذره درستم یگان چیزی که چوچک همون تربیه دارم باشه چوچک تمام خوندم میگیرد بخون یگان آواز نبره رفتی ای خواهم که خدا زرد و رویت نکند جان ای با مردمی بد رو برویت نکند ای خواهم که تو را صاحب اقبال و بلند یه در هر دو جهان به آبرویت نکند هتلیه احسن هزار رحمت کنم که ای همون تشکر این بفنگرم ایدر اون چکی زدگی برادر دیگه هم در اینجا نشستهش معلومی کار میکنه مرحبا دوستو جون ای دوست ای دوست ای دوست جبر تو از آن کشم که روی تو نکوست مردم گویند بهشت خواهی و دوست ای به خبران بهشت با دوست نکوست اولا سلام علیکم دوستان و تماشابینان محترم من شخصا از نام خودم و از نام کل دوستان دوستی عزیزم که در این روز مبارک در ماه شریف رمضان روز مولود دارد تبریک گفته با او عمر دراز پربرکت خواهانم و باقی در امان خدا باشید هزار رحمت کنم خدا دوستو جان رحمت خدا نگهبانتان برای برادر دیمم یتیم تبریک نید هم خیلی فخردین جان میگن که دوستان سه نوند گر تو بدانی زبانی اند و نانی اند و جانی بنانی نام بده از در بیرانش نوازش کن دوستان زبانی ولیکن دوستی جانی را نگه دار با جانش جان بده گر میتوانی میگن بگذار در همین روز مبارک در این روز زودروزه اول از خداوند طلب داریم که با تو عمری دراز تنی صحت و در کارهایت بردباری را خواهانم زنده باشی تشکر برای کی تبریک کرد کلمات یه بار دیگه بود عدیلش نمونه خیر خداوند همه وقت سربلند باشی هیچگاه در بین دوست و دشمن سری خم نبینی خداوند همه وقت نگهبانت باشد همه قد 100 ساله شوی بعد از اون پیر شوی دوستی بازم 45 ساله شده نه اکر عینه اکا اول تو آخر ما گپ زدم باید خصوصا اسیز بول گپ میزنم گم نیست اکا تا 45 ساله خدا نصیب کرده باشم 40 ساله یا 10 سال دیگه تو بگی لیکن تو عمر خطا بچه‌ام خودت خوردی در جوانی خطا پیر کرده هیچ گپ ندارد تو باید اون قطعی پنسانی رو بگردی خیلی متاسفانه خطی بود احساسی خدا نگهبان باشه دوستان عزیز از زبانم نمیگم این دوستان عزیز یعنی پریدور که خب تست گام بزنه گام میبرم از زجر یه سخنی دیگه شو همین در دلش یا
یک تسر بس هیچی نمیگم مقصد بس آقا هیچی یک چک بکنه وشی صورت تو خبر اینجا میگیره زیو بزن نجات دیگه می‌سری بکن شیر ها تنیسی رو تناش رو تناش رو جابیو تمام رو تناش رو جابیو زنده باشم بسیم عزیزی رو تناش رو تناش بگو سری هتلی بیا جا صورت بگیرم که نه جو از صورت برای دیزاین این رفت عزیزه سرش شوش تو ما خلاص کردم خدا نگهدار دوستان عزیز خدا ما نگهدار با ما را همسفر باشید الله